مصرف کن. به 30 پک نمیخوام. برداشت اون دفعه هم برداشت. خدا گفتم بذار من بخونم گونریل رو. سلام، من هما هستم. اگر که منو نمیشناسی امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. من دیگه واقعا به روزهای پایانی 33 سالگی رسیدم و الان که داشتم برای خودم مینوشتم یهو یک احساس دلتنگی زیادی اومد سمتم و گفتم که چقدر دلم برای 33 سالگی تنگ شه، در صورتی که میتونم به جرئت بگم 33 سالگی یکی از بدترین سالهایی بود که میتونستم تجربهش کنم و پر از اتفاقات بد بود. ولی آدمیزاد چقدر عجیبه، وقتی اون اتفاق تموم میشه اونو از یک فاصله دوری میبینه، همچنان هم من اتفاقاتی برام افتاد که واقعا همچنان هم بده، همچنان هم ترسناکه، همچنان هم دلهره آوره، ولی نمیدونم چرا دلم تنگ شد برای 33 سالگی. بعد یهو به خودم اومدم و گفتم خب پس باید از این روزهای آخری که مونده نهایت استفاده رو ببریم. و حتی یهو به خودم گفتم میخوام مثلا کتاب بخونم الان، و یهو به خودم اومدم و گفتم این آخرین کتاب‌های 33 سالگی منه. من فکر می‌کنم دلتنگیش به خاطر اینه که من دیگه هیچ وقت به این روزها بر نمیگردم و روزی میرسه که مثلا به 33 سالگی میگم مثلا چه میدونم 30 سال پیش، همینطوری که به 4 سالگی مثلا دیگه چند وقت دیگه میتونم بگم 30 سال پیش. و فکر میکنم دلتنگیش بیشتر به خاطر همینه که هیچ وقت این روزها تکرار نمیشه. من یادم سر یک تمرینات تئاتری که سر تمرین یه اجرایی که بودم، خیلی اون اجرای مثلا خیلی تمریناتش سخت بود، یعنی آدماش زیاد مثلا با میل نبودن، میدونی، اذیت میکردن. ولی یک روزی به خودم اومدم، دیگه روزهای آخری بود که تمرین داشتم اونجا، بعد یهو به خودم اومدم و گفتم دلم تنگ میشه و دیگه تکرار نمیشه. قراره که این 4 روز رو ثبت کنم احتمالاً اگر وقت بکنم، به خاطر اینکه سرم شلوغه، به خاطر اتودای کلاسیم سرم شلوغه و باید هی آماده شم برای هر هفته دارم اجرا میرم، واسه هم یه خورده واسه سخته. بعد اجرارم که کارگردان و اینا نداریم، همه رو خودمون باید ببندیم، واسه هم یه خورده سخته. حالا خیلی کمالگرایانه میخوام بهتون بگم چه کتابایی رو دارم میخونم و میخوام بخونم توی این چند روز باقی مونده. بهتون بگم که جمعه ماه کامله، یعنی 14 آذر و من 15 آذر تولدمه و خیلی برام با ارزشه که میدونین برام با ارزشه. من نشونه ها رو خیلی دوست دارم، اینکه ماه کامله و روز بعدش من به دنیا میام. خیلی برام جالب و شعف انگیزه. اینو باید بگم. این هفته میخوام 2 نمایشنامه بخونم، واقعی میخوام بخونم و این هم چجوری شروع میشه. خانومه داره کار میکنه، یه سرباز بهش زل زده و خانومه میگه من نامزد دارم بعد آقا میگه آها مثلا نامزدت قوز داره؟ میگه نه. میگه خب پس ما ندیدیمش، شاید قوز داری تو نشونمونه. میگه پس از ما بهترونه که ما هیچ وقت نه. خلاصه خیلی چیز باحال و فانیه به نظرم و دوستش دارم. یک رمان، یک داستان در واقع، نمیشه گفت رمان، یا یک رمان کوتاه نمیدونم،
خیلی دلم میخواد بخونم. من عاشق این نویسندم، لئونید آندریف، خیلی دوستش دارم. من زندگی واسیلی رو ازش خوندم، خیلی اون کتاب رو دوست داشتم. کلا دلم میخواد این 4 روز خیلی تایم من به فیلم دیدن بگذره و کتاب خوندن. فیلم دیدن به خاطر اینکه من دارم لیرشاه رو کار میکنم برای هفته آینده و من هیچ دیدی نسبت به اون دوره از انگلیس ندارم. واسه همه باید فیلم ببینم که ببینم اون موقع چجوری رفتار میکردن آدم‌هاش. و ازدواج آقای میسیسیپی رو میخوام بخونم که اینو دوستش دارم، دلم میخواد بخونم. باز هم ترجمه آقای حمید سمندریانه. 2 تا کتاب هست که فکر کنم توی ولاگ قبلی هم توی ولاگ قبلی فقط کافکا در کرانه بود که داشتم میخوندم و همچنان دارم میخونمش، به خاطر اینکه همونطور که میگم سرم واقعا خیلی شلوغه و واقعا نمیرسم که زیاد بشینم پاش و بخونم. تازه همین قدم که دارم میخونم خیلی دارم خوب میخونم. اینو میخوام بخونم و شبها دارم اینو میخونم که شبها زمانی میخونمش که دیگه انقدر خوابم میاد 2 صفحه میخونم دیگه خوابم نمیفهمم داره چه اتفاقی میفته، فقط دارم کلمه ها رو میخونم. قراره که پس این کتاب ها که آخرین کتاب های 33 سالگی من بشه. شما روی صندلی من نشستین، دارم بهتون میگم. شما هر طور که به صلاحتون باشه دروغ میگین و با خیال راحت پیپتون رو روشن میکنین. شما، بله شما. من از همتون میترسم، جلوی شماها میلرزم. واسه چی هیچ وقت حق رو به من نمیدین؟ من جوونم، فکر کردم باید احترامتون رو نگه داشت، اما فایده ای نداره. به شما هیچ چیز رو نمیشه ثابت کرد. شما روی صندلی من نشستین، این ناراحتتون نمیکنه؟ من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، اما شماها همیشه از اون ضد خودم استفاده میکنین و اذیت و آزارتون تمومی نداره. دیگه بیشتر از این نمیتونم ساکت بمونم. سکوت منو میخوره. اصلاً به حرفای من گوش میدین یا نه؟ شما هی به پیپتون پک میزنین، اما من توی روتون میگم شما دروغ میگین. شما خودتون میدونین چقدر موذی هستین. شما مثل یک سگ موذی هستین. شما نشستین روی صندلی که من ساختم و پیپتون رو روی اون روشن میکنین. آخه من چه هیزم تری به شما فروختم؟ شما اصلا نمیخواین که من به یه دردی بخورم. چرا منو اینجوری تحقیر میکنین؟ شما روی صندلی من نشستین. همتون منو تحقیر میکنین و از خوشحالی قند توی دلتون آب میکنین و تمومی هم نداره. آخه چرا باید شما از حقیقت قوی تر باشین؟ شما خوب میدونین حقیقت چیه و روی اون نشستین. سلام، حالت چطوره؟ من خیلی خوبم، خدا رو شکر. البته صبح خیلی حالم بد بود، نمیدونم چرا واقعا. البته دلایل زیادی داره، میدونم چرا. اینقدر دلایلش زیاده که و همشون هم نگفتنیه متاسفانه. حالا بیشترش مربوط میشه به اون احساس کلافگی که از دلتنگی میاد، چون مصاحبه رو که رفتم قبول شدم ولی نداره، اشتباه بود. ولی قضیه اینه که من تا اسفند دیگه نمیتونم برم بندر و خیلی دلم برای همه تنگ شده، نه تنها برای آدم‌ها که برای اشیا، برای مکان‌ها حتی دلم خیلی تنگ شده. و الان بالای 1 ماهه که من تهرانم، فقط 4 روزشو فکر کنم بندر بودم. خلاصه که آره این شکلیه، یعنی قشنگ چالشی شده برام. بهتون بگم که اون روز که گفتم من کتاب آندورا رو میخوام بخونم، نمایشنامه آندورا، خوندم کتاب آندورا رو و
یکی از آرزوهام اینه که من بتونم در نمایش آندورا ایفای نقش بکنم و خیلی قشنگ بود، خیلی زیاد قشنگ بود. داستان در مورد اینه که یک پسری، یک مرد جوانی که الان 20 سالشه، وقتی که خیلی کوچولو بوده یک آقایی که اینجا کاراکترش هست معلم این رو از یک کشور دیگه میاره و میگه که این یهودی بوده و من نجاتش دادم. ولی در ادامه ما متوجه میشیم که اصلا تمام داستانی که معلم گفته دروغ بوده، سراسر زندگی این پسر دروغ بوده، یک دروغ بزرگ که وقتی که حقیقت هم رو میشه پسره چون با این دروغ بزرگ شده اون دروغه رو باورش میشه و اون حقیقت رو میگه داری دروغ میگی، این چیزی نیست که باید باشه. و خیلی دلم میخواد یه روزی آندورا رو ببریم روی صحنه با یک سری آدمی که فکر نمی‌کنم الان بشناسمشون، شایدم آدمایی هستن که میشناسمشون ولی خبر ندارم که قراره یه روزی با هم دیگه کار بکنیم، نمیدونم. امروز من باید بشینم دیالوگامو حفظ بکنم برای 4 شنبه، چون لیرشاه رو گفتم دارم کار میکنم و خیلی کتاب سنگینیه. من اولین باریه که دارم یکی از متون شکسپیر رو میخونم به نیت اینکه برم اجرا و روی صحنه و خیلی خیلی خوشحالم. یعنی دارم به خودم افتخار میکنم که قراره جای یکی از شخصیت‌هایی بازی کنم که شکسپیر اون رو نوشته و خیلی برام با ارزشه. درسته اتود کلاسیه ولی من خیلی برام با ارزشه چون این متن رو شکسپیر نوشته، لیرشاه. میخوام امروز یه کوچولو روی این کتاب وقت بذارم. تنگنا یه کوچولو در مورد نویسنده اول کتاب نوشته بود و خیلی برام جالب بود. این نویسنده آندریف 3 بار خودکشی کرده و جون سالم به در برده فکر کنم و به الکل اعتیاد داشته و خیلی از شخصیت‌های کتاباش شبیه به خودشن و در واقع روح و روان خودش رو شکافته و ببینه که چی داره توی مغزش میگذره، کاری که واقعا داره با کاراکتراش انجام میده توی داستانهاش. و امروز میخوام یه کوچولو اینو بخونم چون خیلی وقت پیش این کتابی بود که من از شیراز خریدم، از کتاب فروشی گفتگو اگر اشتباه نکنم، از اینجا گرفتم. خیلی همون روز خوش گذشت به همون و یادش بخیر. واسه همین یهو یکیشون بعدها
بالاخره رسیدم به اولین روز 34 سالگی. واقعیت اینه که تنها چیزی که خیلی دلم میخواست اتفاق بیفته توی این روز این بود که پیش خانوادم باشم، پیش دوستان باشم و بدونم که یک جاییم که آدم‌هایی دورمن که دوستم دارن و دوستشون دارم، ولی اینجوری نیست. امروز باید بهتون بگم که اولین تولدیه که من هیچ آشنایی دورم نیست و خودم تنها. یعنی قبلا مثلا اینجوری بودم که میرفتم کافه ولی میدونستم که برمیگردم خونه حامد هست، مثلا شاید دوستان فردا منو ببینن، ولی اینجا نه. و تنها کمبودی که امروز احساس میکنم همینه و دلم میخواست که زهرا، حمید، حامد کنارم باشن و به علاوه خانواده. ولی این هم تجربه جدیدیه که به نظرم باید تجربهش میکردم. یعنی دلم میخواد که احساسات مختلف رو تجربه کنم و این هم احساس خیلی خیلی متفاوتیه. من خیلی دوست داشتم، واقعیت اینه که خیلی دوست داشتم امروز رو رشت باشم و مثلا از 1-2 ماه پیش فکر میکردم که امروز رو رشت باشم، ولی واقعیت اینه که من هم به لحاظ مالی نتونستم برم، هم به لحاظ اینکه حتی اگه پول هم داشتم نمیتونستم برم، به خاطر اینکه تمرین دارم و برای اتود کلاسی باید آماده بشم با بچه‌ها. پولام هم همین چند روز پیش دادم برای دوره‌ای که باید میرفتم و فکر میکنم بزرگترین هدیه‌ای که تا به الان گرفتم برای تولد همین بوده. یعنی حداقل میشه گفت هم با ارزش و هم گرون. همین دوره‌ای بود که ثبت نام کردم و خیلی خوشحالم، چون داشتم فکر میکردم که مثلا برای خودم چی بگیرم و چی نگیرم. یهو به خودم اومدم گفتم مثلا نیازی نیست، تو تا دیروز داشتی پول دوره تصفیه میکردی و آرامش داشته باش، خونسرد باش، چون این چیزی بود که چندین سال در انتظارش بودی. 33 سالگی فکر میکنم دارای یک پایان خوش بود. در طول 33 سالگی مخصوصا این اواخرش، حداقل میتونم بگم 6 ماهه دوم 33 سالگی خیلی بد بود، خیلی زیاد بد بود، ولی همونطور که میدونیم همه چیز گذراست و هیچی نمیمونه، فقط پوستمون کنده میشه. همین که اینجام یعنی اینکه 33 سالگی پایان خوشی داشته برام، چون من خیلی خیلی منتظر این تایمی بودم که اینجا باشم و بتونم اینجا زندگی کنم و برم کلاس و اینجور چیزها. تنهایی خیلی داره من فشار میاره، ولی چیزی نیست که بخواد منو برگردونه به عقب و میتونم ادامه بدم. همراه با تمام این احساسات میتونم ادامه بدم. چند روز پیش دوباره دلم میخواست که برم مثلا کتاب فروشی راوی تو سمت تجریش، ولی اینقدر هوا آلوده است و من چند روز پیش که بازار بزرگ بودم روزش گرستم خونه، ظهرش گرستم خونه، حالم بد شد بچه‌ها. یعنی من اولین بار توی زندگیم همچین احساسی داشتم و فکر میکردم که شب من عصر خوابیدم، چون کلم یه جور خاصی سنگین بود، فکم سفت شده بود، انگار داشت قفل میشد فکم و احساس کردم خیلی خوابم میاد. خلاص خوابیدم، 1 ساعت همینجوری پا شدم دور زدم و اینا، دوباره من حالم بد شد، یعنی گیج و منگ بودم دیگه هیچی. یعنی شب که میخواستم بخوابم همش میترسیدم نکنه مغزم از کار بیفته، چون همطور که میدونین الان فکر کنم روزانه 40-50 نفر توی تهران بر اثر آلودگی دارن جون خودشون رو از دست میدن و من اینجوری بودم که خدایا من الان چیکار کنم تنهام و اینا. خلاصه خوابم نبرد، در واقع بیهوش شدم. شاید باورتون نشه ولی من بیهوش شدم. یعنی بیهوشی که نه اینکه بگم اینقدر خوابم میومد که من بیهوش شدم، نه، بیهوش شدم، یعنی احساس میکردم که دارم بیهوش میشم، اینقدر منگ بودم من. و خلاصه اگه تهرانین حواستون باشه که حتی امروز من یه پستی دیدم که نوشته بودن که یک خانم دکتری نوشته بود که اصلا هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد.
اصلا ماسک هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط از خونه بیرون نیاین، تا جایی که میتونین از خونه بیرون نیاین. و من هم تصمیم گرفتم بیرون نرم واقعیت، چون اصلا دلم نمیخواست دیگه اون حس و حالو تجربه بکنم، چون میترسم دیگه. و آره واسه همین کلا دیگه امروز کلا کنسل شد و نصف روز تایم من در واقع به این گذشت که هی سفارش آنلاین داشتم. میوه خریدم، میوه های بد، اصلا اسنپ چیز چرت و پرتیه، آنلاین نمیشه سفارش داد، واقعا خیلی بد بود میوه‌ای که اومده، ولی خب قابل خوردنه به اندازه‌ای که بتونه نیازهای بدن منو برطرف کنه. ماسک گرفتم. یکی از بچه‌ها به من گفت که ما سر کارمون جلسه گرفتم و گفتن که کلا این گازهای آزبست اگر درست بگم که از پشم شیشه تولید میشه، اینها فقط میتونه ماسک های کربن اکتیو جلوش رو بگیره تا حدودی، چون اینها اگه وارد خون بشه میگن سرطان خون میاره. خلاصه که دیگه سفارش دادم ماسک آوردن، چون ماسک نداشتم برای رفتن به تمرینات و اینا نیاز داشتم دیگه. چی یه کیک کوچیکی هم گرفتم برای خودم با شمع که دیگه شب دوره هم بشینیم و یه دمنوشی بخوریم و شمع فوت کنیم و نامه بنویسیم و اینجور چیزا. و الان میخوام، قرار بود که کتاب عقل و احساس رو بخونم، ولی دلم میخواد که همین کتاب کافکا در کرانه رو بخونم، به خاطر اینکه دیشب خیلی زیاد خوندمش و الان خیلی رو مود خوندنشم و دوست دارم که اینو بخونم. خیلی خوشحالم که میتونم باتون حرف بزنم. مرسی. بریم با هم آرزو کنیم.